سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ امیدوارم شاد و خوشحال باشید و سیزده‌دار خوبی هم داشته باشید. دو روز شده کم فعالیت شدم، واقعا هم ببخشید. واقعا ببخشید کم فعالیت شدم. همونطوری گفتم تعطیلات بوده و مریضم شدم. حالا شد از صدامم پیدا باشه که مریض بودم و نتونستم براتون ویدیو آپلود کنم، ویدیو بگیرم و براتون بذارم. و همینطورم سرعت اینترنت بسیار پایین بود و هرچی ویدیو میذاشتم مثلا آپلود نمیشد. واقعا برای منم خیلی سخت بود. همین ویدیویی که الان دارم میگیرم هم نمیدونم آیا آپلود خواهد شد، آپلود نخواهد شد، ولی خب میگیرم تا دلتون شاد و خوشحال باشد. این ویدیویی که همیشه دارم ازش تبلیغ میکنم. میخوام تو این ویدیو اتچمنت های سیزن 3 5 گان برتر رو بگم و همینطورم بعضی از شاتگان ها. خب بزن بریم سراغ اولین اتچمنت. خب میدونید همه عکسشو یهو میذارن و یهو میره تا شما برگردین به عقب و ویدیو رو نگه دارین و این برای خودشون هم مفیده، ولی من این کار نمی کنم و پیش خودتون الان اتچمنت میذارم و میتونین اتچمنت رو بردارین. اولی HS که الان براتون اتچمنتش اینجا نمایش داده میشه، نگاه کنید. این اتچمنت HS خیلی اتچمنت خوبیه و براتون بسیار کاربرد داره و اتچمنت بهتر سیزن 3 کال آف دیوتی موبایله. این اتچمنت خیلی خوبه، کاربرد داره. خب بعدی اکسیفته بود فکر کنم، درسته؟ بریم 117 رو بهتون نشون بدم. خب دوستان عزیز، میخوام اتچمنت اینو الان براتون بذارم و ببینین و براتون امیدوارم خوب باشه. خب بریم اولی. این خوبه. بعدی اینم عالیه واقعا، صبر کنین. نه اصلا که اصلا نذارین که هیچ. اینم هیچ. این خوبه. با اینم به در نمیخوره. اینو که گفتم از اینایی که بذارم. خب اینو اگه بذارین اینو بذارین خیلی خوبه. خب این هم اتچمنت 117 که جزء 5 گان برتر سیزن 3 بوده. این اتچمنت سیزن 3 خیلی کاربردی و بسیار عالی است. اگه برش دارین راحت میتونین هر انمی رو بزنین و خیلی هم براتون خوبه. خب بریم بعدی چی بود؟ خب همونطور که گفتم تو این سیزن الان صبر کنین بیارمش. بیوای از نظر من خیلی خوب بود، ولی خب شاید از نظر شما بد باشه، ولی از نظر من عالی بود. جزء 5 گان برتر سیزن 3 نیست، ولی خب همونطور که گفتم بعضی از شاتگان ها هم اتچمنتش رو میذارم و از نظر من بیوای بذارم از همه براتون بهتره. خب نه این خوبه. هنوز میبینین هنوز مریضم هستم. اینو بذارین. این که هیچ. اینجا این خوبه. اینا هیچ کدوم به در نمیخوره به غیر از زمینی. اگه میخوایم بذارین اینو بذارین. اینا بذارین خیلی خوب میشه. خب این اتچمنت این. حالا بریم دیگه چی بود؟ گان فراموش کردم، یعنی همیشه هست و SMG اسمش الان فراموش کردم. همین الان یادم بود رفت یه زمین میبینین آدم. خب اینم فنک. میخواستم همینو بگم. فنک هم جزو 5 گان برتر سیزن 3 بوده. بسیار عالی و خیلی خوبم هست. اینو میذاریم.
عالیه. اینو میذاریم، اینم واقعا عالیه. این انگار گذاشته نشد، کدوم بود؟ این بود. اینم خیلی خوبه اتچمنتی که ما بذاریم. اینو که نذاریم بهتره. هنوز که دارم فش میکنم، واقعا خیلی مریضی سرماخوردگی به نظر من از همه مریضی ها بهتره. اینو اصلا نذاریم. اینو میذاریم و اینجا که گفتم نمیخواد. اینم که دیگه بریم نگاه کنیم. اینی که اصلا از اینا نمیخواد. نه این خوبه. خب حالا به یه رنگم روش بنازیم یکم خوشگل بشه. گلدو که اصلا هنوز باز نکردم، ولی خب این نارنجی خوبه. امیدوارم خوب باشه اینم براتون. خب تا الان 3 گانه برتر سیزن 3 رو گفتم. بریم بعدی. یه چه سوان گفتم، حالا کیارم. کریم این که چیزاش اصلا باز نیست. این خیلی خوبه واقعا، یعنی به نظر من اینو همیشه بذاریم. اینم عالیه. این عالیه. اینم عالیه. اینم. خب دیگه همینا خوبه بس. خب بعدی ها چی بود؟ خب اچسو گفتم، کیارم گفتم، فنکو گفتم، صدیفترم گفتم و یکی دیگه هم بود. اون یکی رو فراموشم کردم، الان یادم خیلی خوب نیست. خب بجاش یکی از گانای دیگه هم هست که تو این سیزن خیلی خوبه، اونم MG42 رو براتون میذارم. واقعا اگه برین توی ویدیوی میدیزت هم نگاه کنین MG42 رو گذاشته، ولی من یه چیز دیگه گذاشته بودم. این MG42 رو کجاست؟ من کلیک 6 رو گذاشته بودم، ولی خب گفتم همونجوری گفتم MG42 هم گفتم خیلی خوبه. حالا هم کلیک 6 رو براتون اتچمنتش رو میگم، هم MG42 تا ببینینش. حداقل اینم جزو گانای برتر سیزنه، ولی خب من 5 تا رو که گفتم این دوتا خیلی چی بودن، یعنی همه رو بودن دیگه نمیشد. یه صدا خفه کن. یکم از اینا نمیخواد. این عالیه به قرآن مجید، به قرآن مجید. این خوبه. خب دوستان عزیز، حالا MG42 SMG خب حالا بریم سراغ MG42. اتچمنت اینا براتون میذارم و ویدیو رو تمام میکنم که ویدیو خیلی طولانی نشه. واقعا ببخشید همین قدرم که ویدیو رو طولانی کردم. الان دقیقاً 8 دقیقه است که دارم براتون اتچمنت رو میگم، ولی خب دیگه سعی کردم با جزئیات بگم که بتونین خیلی خوب اتچمنت رو بزنین، وگرنه بعضیا که دیگه فقط اتچمنت رو صفحه میاد و میره و اونا به سطح خودشون، یعنی اون به نفع خودشونه. خب اولی ایناشو باز کنیم. این خوبه. این که اصلا نه این چیه؟ این خوبه. بعد این نه این خوبه. الان شاید بگن اینو از کجا اینا رو میگیم، یا این نه. خب اینو براتون توی ویدیوی دیگه مختصر توضیح میدم، البته هر وقت فرصت بشه سعی میکنم توی اولین فرصت هم اینو بهتون توضیح بدم. این هم یه اتچمنت MG42 بسیار عالی، خیلی هم یعنی خوب عالی. یه رنگم بذاریم. ای بابا
یه رنگم بذاریم تا خوشگل بشه. این اتیچمنت امیدوارم به دردتون بخوره و خیلی هم براتون احتمالاً کاربرد خواهد داشت. ویدیوی شلاقی رم سعی میکنم فردا براتون بذارم و ازتونم خیلی عذرخواهی میکنم که این 2-3 روزه اصلا کم فعالیت شدم، ولی خب همونطور که میدونین تعطیلات و مریضی و اینجور چیزا باعث این چیزا شد. تو کامنت ها بهم گفته بودین ویدیوی شلاقی، یعنی ویدیویی که خیلی آسون باشه رو براتون میذارم، از این آسونتر نمیتونی پیدا کنین. فردا این ویدیو رو براتون میذارم و یه ویدیوی خفن دیگه هم دارم آماده میکنم، اگه اونو بریزم پشماتون میریزه. خدا نگهدار.